به نام خدا. سلام خدمت شما هموطنان عزیزم در سرتاسر ایران عزیز با پخش مستقیم نیمه دوم دیدار دو تیم زنندج و شهرزاد لارستان در خدمت شما هستیم. بازی که در نیمه اول با نتیجه 18-17 به سود تیم زنندج به پایان رسید. در همین ابتدای کارم دروازه رو باز میکنم بازیکنان لارستان. ترکیب زنندجی ها رو عرض کنم: سینا رحمانی، آراس رشمعی، آرام ابراهیمی، سیوان محمودی، هومن مرادنیا، دانیال ساعدی و ماجد کریمی حضور دارند. در ترکیب شهرزاد لارستان میثم شرفی، یوسف ارم، احمد امینی، کامیز معصومی، ابوالفضل بلال، مسلم طاری و علیرضا کریمی حضور دارند. خطا هم گرفته میشه اونجا. داوران آقای سعید علی و فرزاد محمدی از استان کرمانشاه. مرادنیا دست داورم به علامت اتلاف بالاست. رشمعی و دروازه رو آراس باز میکنه اونجا برای تیم زنندج. سریع و لارستانی ها دروازه رو باز میکنن. وای از دست تو سیوان. بیست 19 20-19 به سود تیم زنندج. بلال، کریمی، داره کریمی برای ابوالفضل، مسلم طاهری برمیگردونه برای کریمی، بلال و در ریبان دبل سیو بی‌نظیر سینا رحمانی. محمودی، ضربه مرادنیا، هومن مرادنیا برای تیم زنندج. ارم 21-19. ارم آنالیز خوبی داشتن زنندجیان نسبت به تیم لارستان. براتون میگم چرا. ابوالفضل گل 20 رو میزنه. یکی از نقاط قوت لارستانی ها گوش چپ این تیم احمد امینیه که تو این 35 دقیقه که گذشته اجازه کار رو به احمد ندادن بازیکنان زنندج و به قول هندبالی او رو صفر کردن و اجازه ندادن کاری بکنه و صاحب توپ بشه. اصلا محمودی، خود سیوان، شرفی، احمد، خود امینی و توپش به تیر دروازه برخورد میکنه. نه، تا اینجای کار روز احمد نبوده. حالا سریع هم تعویضش میکنه. جالبه، سریع هم احمد امینی رو تعویض میکنه آقای پذیرفته. آرام ابراهیمی، ماجد، باز هم سیو خوبه شرفی. مرادنیا، محمودی، خطای شارژ گرفته میشه از مهاجم یعنی سیوان محمودی. توپگیری خوب بازیکنان زنندج. کار رو آروم کنه.
آرام و گل بعدی برای آرام ابراهیمی. بیست و 22-20 دوباره احمد امینی رو به ترکیب میفرسته های پذیرفته. شوکش جواب میده به احمد یا نه؟ خوب بسته او رو تا اینجا کار آراس رشمه‌ای. ارم توپ رو باز هم از دست میدن. محمودی برای آرام، داور اعتقادش چیه؟ اعتقادش اینه که مدافع که کریمی باشه پاس رو به عقب داده تعمدن به گلرشون شرفی و پرتاب آزاد برای سنندجی هاست، یعنی به عمد پاس داده به گلر خودشون. آرام 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 ابراهیمی، گل 23. دوباره تعویض در ترکیب لارستانیا. ارم رو بیرون میکشه و ابوالفضل بیغرض رو به ترکیب میفرسته. باز هم توپ رو از دست میدن. چه خبره در تیم لارستان؟ دانیال ساعدی مرد همه کاره سنندجی هاست. تایموت میگیره آقای پذیرفته. نیاز هم بود همچین تایمی رو بگیره. حالا ما چیزی که تو قاب تصویر جا میشه رو نشون میدیم به شما. حضور تماشاگران هم بانوان هم آقایان در خانه هندبال سنندج، همین زیر این جایگاه، این میله‌های سفیدی که میبینید کلی تماشاگر نشسته که از قاب دوربین‌های ما دورن و نمیتونیم به تصویر بکشیم. صحبت‌های آقای آزاد لطفی با شاگردان خودش، آقای فرزاد محمدی و سعید علیلی رو هم در تصویر میبینید. انصافاً تا اینجا قضاوت خوبی رو داشتن. بازی سخت و سنگینیه. کار رو آغاز میکنن دوباره بازیکنان لارستانی. بیغرض بلال، دوره بیغرض برا مسلم. باز هم هنرنمایی هنرمندی به نام سینا رحمانی. سنندج بازیکن بزرگ کم نداره در هندبال ایران، مثل برادران نصرتی، شاهو و کامران نصرتی. شاهو که دیگه این روزها در لیگ رومانی حضور داره و لژیونره. کامران هم میگم فکر میکنم در لیگ عراقه و ضربهش به بیرون میره. آراس هر دو سابقه حضور در تیم ملی هندبال رو دارن، هم شاهو چپ دست بی‌نظیر و هم کامران نصرتی با اون پرشای معروف خودش. بازیکنی همچون آرمان رحمانی، سعدی شاویسی، پارسا محمدی که این فصل در ترکیب تیم آلومینیوم عراق در لیگ برتر حضور دارن. بازیکنان سنندجی و کوبل خوب و شایسته و جوون و فوق‌العاده آینده دار سنندج، یعنی صلاح کریمیان و عرفان شکیبا
که این روزها در لیگ برتر هم قضاوت دارن. دیروز هم بازی حساس نفت و گاز گشتاران و سپاهان اصفهان رو صلاح و عرفان سود زدن. یه جورایی باید بگیم تا بیخ گوش قاره‌ای شدن هم رفتن که نشد. امیدواریم در آینده بتونن بین المللی هم بشن. لیاقتش رو دارن انصافاً. اینا رو گفتم که بگم سنندج خالی از استعداد و بازیکن نیست. مسلم، طاهری و گل بعدی. 24-21، 20 دقیقه به پایان. از اون بازی هاست که هیچ کی دوست نداره بازی تموم بشه. شرفی موفق، آرامه. نیما صادقی، سیوان و خطا گرفته میشه. فینتایی که میزنه ویران کننده است سیوان و هر مدافعی رو جا میذاره با فینتایی که میزنه سیوان. داره محمودی، مرادنیا هومن، آرام، آراس گل بعدی برای سنندج. امینی، خطا گرفته میشه روی احمد امینی. کریمی، ابوالفضل بیغرض، مقصودی به ترکیب برمیگرده با یک پست جدید در بغل چپ. هرچند پارسال در ترکیب زاگرس هم خط بود، هم پخش بود، هم بغل. مهدی مقصودی، کریمی، پاس به خط قشنگ. ای وای من از دست تو یار کم تجربه، کامبیز معصومی. محمودی، سیوان و گل بعدی. 26-21. کریمی، مقصودی میره و اضاف میشه به خط. یه قرض روی زمین میفته. اون امینی، خود امینی و خطا گرفته میشه روی احمد. یکم تیمه داره بی‌نظم بازی میکنه شهرزاد لارستان و نیازه که تو اون قوت و اون قالب تیمی خودشون قرار بگیرن. مهدی مقصودی هم بازیکنانشون رو آروم میکنه. رهبر خوبیه مهدی. بیغرض، مقصودی، طاهری توپ رو برمیگرده دوباره برای کریمی. مقصودی، وای من مقصودی و پرتاب 7 متر. خیلی بازیکن موثر و خوبیه مهدی اگه بدنش آماده باشه. اگه بدن مهدی آماده باشه بی‌نظیره. امینی، احمد در مقابل سینا. امینی یا رحمانی، موفق امینی اونجا. موفق احمد امینیه. به یک همچین گلی نیاز داشت احمد که به شرایط بازی برگرده. ستاره لارستانی ها. یازده دقیقه از زمان این دیدار گذشته و سنندج 26-22 پیش افتاده. سیوان، هومن برای آراس رشمه‌ای و موفق میثم شرفیه. کریمی،
کار آروم میکنن بازیکنان شهرزاد لارستان. هیچی مشخص نیست. باز همون دیالوگ تکراری خودم رو میگم، نمیشه پیش بینی کرد کدام تیم بازی رو خواهند برد. بشینید و لذت ببرید. و گل بعدی ابوالفضل بلال، محمودی، ابراهیمی و او هم موفق. (27-23) 15 دقیقه به پایان این دیدار زمان باقی مونده و تیم سنندج 27-23 پیش افتاده از شهرزاد لارستان. مقصودی، خود مهدی، سخت دفاع کردن مهدی مقصودی. کریمی، بلال، خود ابوالفضل برای مسلم و توپش به بیرون میره اونجا. دانیال ساعدی، یار پخش سیوان محمودی جاش رو عوض میکنه با بغل راست آرام ابراهیمی. اعلام نقشه میکنه. ماجد برای ساعدی و نه، میثم همچین گلری نیست از این توپا به راحتی بخوره و بخواد دروازش اینجوری باز بشه. کریمی، باز هم مسلم و این بار موفق طاهری زاویه توپش و مچش رو عوض کرد و دروازه رو باز کرد. اینه تجربه سیوان و باز هم شرفی و خطای خط رو میگیره آقای محمدی. درستم بود. سیوان پاش 6 متر رو لمس کرده بود و یک آونتاژ رو کسب کرده بود و همین دلیل خطای خطش رو هم میگیره آقای محمدی. 14 دقیقه به پایان زمان باقی مونده و نتیجه کار 27-24. مقصودی در پست پخش، امینی، خود احمد و بالاخره ستاره بودن خودش رو به رخ میکشه. محمودی، آرام، آراس و باز هم شرفی. حالا میثم شرفیه که داره خوب توپ میگیره. امینی، مقصودی معتقده که توپ خیسه و باید خشک بشه. توپ رو هم عوض میکنه آقای محمدی. مقصودی، کریمی، دراجی و دروازه رو باز میکنه ابوالفضل دراجی. محمودی، مرادنیا و بدشانس مرادنیا. اختلاف شد یه گل. 5 تا بالا بودن سنندجی‌ها و من اون دیالوگ معروفه خودم رو گفتم که معلوم نی چی به چیه. الانم میگم باز معلوم نی داستان چجوری خواهد شد. آیا سنندج میبره یا نه لارستانی ها خواهند برد بازی رو. مقصودی، بلال، دراجی و توپش به تیر دروازه برخورد میکنه. در ریبان خود مقصودی، دوره کریمی برمیگردونه برای مهدی، خود مقصودی، نفوذ مهدی و پرتاب 7 متر.
چقدر تو موثری مهدی مقصودی. احمد امینی در مقابل محمد رضا طالبیان. نه، این احمد اون احمد پریروز نیست. را تایموت میگیره آقای آزاد لطفی. هم تایموتش هم به موقع بود. 11 دقیقه و 33 ثانیه به پایان این دیدار زیبا وقت باقی مونده. شک نکنید اون دقایق آخر بازی خیلی قشنگ و جذابتر خواهد شد و کیف خواهید کرد از دیدن این دیدار. (27-26) میزبان یعنی تیم سنندج پیش افتاده. طالبیان کارو آغاز میکنه. آرام ابراهیمی، مرادنیا هومن، خود هومن و نفوذ موفق هومن. 2 دقیقه تعلیق برای کامبیز معصومی. 2 دقیقه بد موقع برای لارستانی ها. چرا؟ دلیل 2 دقیقه دادن این بود که بازیکن رو در فضا هول دادن آقای معصومی و به این دلیل هم 2 دقیقه گرفت بازیکن لارستان. بیغرض کریمی، دوره بیغرض، خطا گرفته میشه اونجا روی ابوالفضل بلال. امینی، پاس خوبش برای عبدالله بیغرض. دراجی چه گلی میزنه ابوالفضل دراجی. دروازه رو برای بار 27 باز میکنه. حالا 28-27 به سود تیم سنندج. مرادنیا، آراس رشمعی، توپ جا موند، خطا میگیره داور خطا میگیره. ابراهیمی، محمودی، دانیال، مرد همه کاره، بازیکن فنی و دوست داشتنی سنندجی ها. 10 دقیقه به پایان این دیدار، بیشتر زمان نمونده. عبدالله بیغرض، خطا گرفته میشه روی بیغرض. دو دقیقه لارستانی ها هم برمیگرده به ترکیب. کامبیز معصومی، بلال، بیغرض، خطا گرفته میشه روی عبدالله. امینی، خود احمد، پاس قشنگ و ضربه قشنگ کریمی. 8 دقیقه و 30 ثانیه. به این لحظات ما زمان رو زیاد میگیم که بیای توی جو بازی و همراه باشید با ما در جو وحشتناک سالن
هندبال شهر سنندج. محمودی، مرادنیا آرام برای آراس و توپه به بیرون رفت. بلال خطا گرفته میشه اونجا. از این حمله شون استفاده کنن کار مساوی خواهد شد. امینی خطا گرفته میشه روی احمد. معصومی، بلال، دوباره ابوالفضل، گل 29 مساوی میشه. حالا سیوان، آرام ابراهیمی برمیگرده دوباره برای سیوان. مراد نیاز که بدشانسه. هومن مرادنیا چه تایمی رو برای خراب کردن توپ خودش انتخاب میکنه این بازیکن. بدترین تایم ممکن، بدترین زمان ممکن توپ را از دست میده اونجا هومن مرادنیا. اما امیدها کماکان باقی است. نتیجه کار 29-29، 6 دقیقه و 30 ثانیه به پایان. دراجی، مقصودی، مهدی و توپ برخورد میکنه به پای مقصودی و آفرین میثم شرفی چه خروجی داشت. مقصودی، خود مهدی یه نفره به دل دفاع میزنه، جبران کرده اشتباهش رو مهدی. سیوان، اوه 2 دقیقه تعلیق. دو دقیقه تعلیق برای کامبیز معصومی. 6 دقیقه. بینندگان عزیز، بیشتر به پایان این دیدار وقت باقی نمونده. کیف کنید از این جذابیت، از این حرارت، از این استرس. چه توپی گرفت میثم شرفی، چه توپی میگیره میثم. سی 29. پیش بینی کنید برنده سنندجی های میزبانن یا نه این لارستانی های زردپوشن که بازی رو خواهند برد. طاهری، بلال، خطا گرفته میشه اونجا روی ابوالفضل بلال. امینی، خود احمد چه زمانی رو برای ستاره شدن انتخاب میکنه احمد. خطا گرفته میشه اونجا روی سیوان محمودی. 31-29 پیش افتادن لارستانی ها. اینه جذابیت های هندبال. ساعدی، خطا گرفته میشه اونجا. دوباره سیوان، محمودی، باز هم شرفی، باز هم میثم برای احمد. عجب موقعی رو انتخاب کردی احمد امینی برای ستاره بودنت، برای متفاوت بودنت. احساس مصدومیت هم میکنه اونجا احمد. سی و 29.
سنندج فکر کنم تو 15 دقیقه پایانی بود 5 تا گل پیش بود و چی میشه که الان 3 گل عقب میفته. نتیجه 32-29. ابراهیمی، آراس رشمعی، سیوان، مرادنیا، آراس، خطای شارژ. خطای شارژ گرفته میشه از آرام ابراهیمی. باز هم باید توپ عوض بشه. سه دقیقه و 28 ثانیه 32-29 پیش افتادن لارستانی ها. توپ رو از دست میدن یه لحظه. ابراهیمی، مرادنیا، دانیال و باز هم شرفی. خطا گرفته میشه برای تیم لارستان. دو دقیقه و 50 ثانیه. حقیقتا 2 دقیقه و 40 ثانیه مونده ولی هنوز معلوم نیست کدوم تیم بازی رو خواهند برد. بشینید و تماشا بکنید. دراجی، طاهری، بلال و دروازه رو باز میکنه بلال. صادقی، سیوان، نیما و باز هم شرفی برای کامیز معصومی و توپش به بیرون میره اونجا. تایم اوت میگیره آقای آزاد لطفی. دقیقاً 2 دقیقه و 3 ثانیه به پایان. زمان باقی مونده. و تایم اوت میگیره آقای لطفی. شاید بگم تو 10 دقیقه پایانی قافیه رو شاید بگیم باختن سنندجی ها و جایی که با 4-5 گل پیش بودن از حریف اما عقب افتادن. محمودی و باز هم شرفی گلر بی نظیری بوده. گلر حیف نگیم الشتری لارستانی ها. الشتری که مهد هندباله، کلی ملی پوش در این رشته داشته و میثم هم از الشتر دوست داشتنیه. بلال و خطا گرفته میشه. دست داورم به علامت اتلاف والاست. دیگه این دیالوگ رو میگم، برنده بازی قطعاً شهرزاد لارستانه.
1 دقیقه و 5 ثانیه. محمودی، نیما صادقی، 33 دیر شده. 50 ثانیه. طاهری چقدر با تجربه است مسلم. دست داور به علامت اعطا وارد و تایم اوت میگیره آقای پذیرفته. 41 ثانیه و 5 ثانیه به پایان این دیدار. بیشتر زمان نمونده و تیم لارستان 33-30 پیش افتاده. تصویر بردار خوش‌ذوق ما هم اسکوربورد رو به تصویر میکشه آقای قادریان زاده. هم نیمکت آشفته سنندجی ها، میگم یه جایی کم آوردن سنندجی ها. 2-3 دقیقه وا دادن، همونم کافی بود که بازیه رو ببازن. کار آغاز میشه. طاهری، مقصودی، مهدی با تجربه است. طغیان شور و نشاط با مهدی مقصودی. 27 ثانیه. محمودی، آراس برای آرام، دوباره آراس و پرتاب 7 متر. 15 ثانیه. سی 34-30. محمودی و گل 31م پایان این دیدار. تیم خوب شهرزاد لارستان تیم شایسته سنندج رو شکست میده. جالبه تماشاگران هم تشویق میکنن سنندجی ها رو. بالاخره زحمت خودشون رو قطعا کشیدن و خسته نباشیدن میگیم به تیم سنندج. تبریک هم میگیم به شهرزاد لارستان. در پایان این رو بگم فردا صبح نمیدونم طبق برنامه 8 ولی دوستان گفتن 10 شب اطلاع رسانی خواهد شد که ما فردا صبح قطعا پخش داریم. به خصوص بازی رعد پدافند و شهید چمران لارستان که فوق العاده بازی قشنگیه. فردا هم با ما و با سایت خوربران همراه باشید با روز پایانی دوره رفت رقابت‌های لیگ دسته 1 بزرگسالان. امیدوارم از پخش و گزارش این رقابت‌ها لذت برده باشید. خسته نباشید میگم با آقای کمیل نظریه دوست داشتنی و آقا مانی قادریان زاده.